روز دوشنبه در شهر سوچی روسیه سران کشورهای عضو پیمان امنیتی دسته‌جمعی کشورهای مشترک المنافع موافقت کردند که در تحکیم مرزهای تاجیکستان با افغانستان سهم گیرند. Интенсивность афганского наркотрафика, активность террористических группировок значительно. روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای پیمان امنیتی دسته‌جمعی میباشند. روسیه میگوید احتمال در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با محو اسلحه کیمیایی سوریه ماده 7 آیین‌نامه سازمان ملل متحد که امکان استفاده سلاح و تحریم شدیدتر را روا می‌بیند یاد شود. روسیه سوریه را مطمئن کرده است که به خاطر جلوگیری از حمله ایالات متحده آمریکا برنامه محو اسلحه کیمیایی را بپذیرد. نیروهای کنیا همه گروگانها را رها نموده حالا قدم به قدم فروشگاه وستگیت نیروبی را از سلاح بدستان پاککاری میکنند. طبق اطلاع اخیر 21 سپتامبر هنگام حمله سلاح بدستان کمش 62 کس کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. حکومت کنیا میگوید که در بین سلاح بدستان شهروندان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هم بودند. در چارچوب تحقیق کشتار رئیس کان انگشت نظرایلاق نورالدین تیمیروف، مفتشان محمد رجب حمیدوف رئیس پیشتر این کان را به دوشنبه دعوت کردند. قبلا 8 خادم کان و چند تن از ساکنان منطقه هایت را برای بازپرسی به دوشنبه انتقال داده بودند. نورالدین تیمیروف 55 ساله که از سال 2007 رهبری این کان انگشت را بر عهده داشته است، شب 1 و 2 سپتامبر در اتاق استراحتش به قتل رسید. مقامات تاجیکستان سد آبانبار قیراقم را تا حد نهایی بسته سعی دارند تا رسیدن فصل زمستان از حساب آب سیردریا سطح قیراقم را کمش 5 متر بالا بردارند. رهبران آبانبار و نیروگاه برق و آب قیراقم به رادیوی آزادی گفتند که سیردریا امسال به طور بی سابقه کم آب شده است. در فصل بهار و تابستان آبانبار قیراقم برای آبیاری کشتزارهای ازبکستان و قزاقستان استفاده شده. در فصل زمستان مهمترین منبع تولید برق در ولایت سوغد است. در پایتخت تاجیکستان ریاست معارف تفتیش تحصیل دختران را آغاز نموده است، زیرا در شهر دوشنبه هم حادثه های از مکتب دور ماندن دختران جای داشته است. قطع تحصیل دختران در مناطق دور افتاده تاجیکستان زیاد مشاهده شده است، ولی بررسی این پدیده در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای اولین بار نشان داد که مسئله در اینجا نیز جدی است. بنابر آمار رسمی در تاجیکستان در یک سال نزدیک به 5000 کودک از جمله 800 دختر تحصیل در مکاتب همگانی کشور را قطع کردند.